در آغاز عرض سلام و صحبت خیر دارم خدمت همه همکاران گرامی. سید عمر صبور، رئیس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، جناب جنرال سیبادیان، قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، جناب رئیس ارکان پلیس سرحدی، همکاران باز پلیس آلمان، رؤسای اداره هوانوردی و همکاران گرامی ما چه در داخل اداره چه در تمام نهادهایی که در داخل میدان بین‌المللی حامد کرزی مشغول فعالیتند، مسئولین شرکت‌های هوایی، شرکت‌های ارائه کننده خدمات در داخل محوطه میدان و هر کسی که در انجام فعالیت‌های هوانوردی و ارائه خدمات در داخل میدان دخیل هستند و امروز تشریف آوردند. حضور همه شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فکر کنم که سخت‌ترین دشوارترین مراسمی که گرفته میشه مراسم خداحافظی با دوستاست. جنرال صبور 9 ماه پیش با عنوان رئیس میدان بین‌المللی حامد کرزی انتخاب شد و کار خود شروع کرد. در مدت انجام وظیفه با عنوان یک کادر برجسته نظامی و مدیریتی کشور با نهایت صداقت و تعهد در انسجام امور و در بهبود خدمات و مدیریت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی و ایجاد یک هماهنگی بسیار کم نظیر در بین تمام نهادهای دخیل در داخل میدان کار و فعالیت. مدیریت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی کار آسانی نیست. روز اول که به اساس هدایت خود جلال شواب رئیس جمهور من جنرال صاحب را پیشنهاد کردم، بعدا ایشان اون زمان آمریکا بود. وقتی برگشت جنرال صاحب تعجب میکنیم چطور با آسانی مسئولیت قبول کرد. به خاطر از اینکه ما به دشواری مسئولیت در اینجا واقف هستیم که مبارزه با شبکه‌های فساد، مبارزه با شبکه‌های مافیایی و ایجاد یک هماهنگی و مبارزه با بی‌نظمی در بین نهادهای دولتی و رسمی که او خودش فرصت را خلق میکنه برای آدمای سوء استفاده جو، برای مافیا، برای حلقات مفسد. ایجاد انسجام و هماهنگی در بین نهادهای دخیل در داخل میدان و مبارزه با این شبکه‌هایی که اقتصاد سیاسی افغانستان را و در مجموع اقتصاد کشور را ضربه وارد میکنند، این کار دشوار است و جدیت لازم را میخواست که ما او را اسمای مختلف آمد. نظر رئیس بی بود که در اونجا ما آدمی با تجربه و جدی کار کرد و گزینه ما جنرال صاحب است. توان مدیریتی را داشت، نه به عنوان از اینکه ما امروز یک تعریف در لابلای چند حرف و کلمه انجام بدیم. این نظر قلبیم است. قلباً من جنرال صاحب دوست دارم، به عنوان یک برادرم، به عنوان یک بزرگ، به عنوان یک کادر از وطن. ولی در این حال این مسئولیتی که در اینجا بود و بهبود و پیشرفتی که در جریان مدیریت بسیار کوتاه صورت گرفته، این کار است که ممکنه برای دیگران سالها وقت می‌بره. جنرال صاحب در مدت بسیار کوتاه تغییرات بسیار کلان آورده. بزرگترین افتخاری که یک مامور، ما و شما همه در مقابل وطن خود، در مقابل مردم خود مسئول است. و همچنانی که قاری صاحب هم قرائت کرد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ کسی را خداوند بالاتر از توانش مسئولیت به گردنش نگذاشته. اگر ما هر کس به اندازه توان خود
و دایره فهم خود و میزان وطن و مردم خود صادقانه خدمت کنیم و روزی که وظیفه را ترک میکنیم این ترک کردن وظیفه ترک کردن آبرومندانه باشد و یک اثر و ثمری از میعاد مسئولیتت و انجام کارت در همون حیطه کارت باقی بمانه. تو به عنوان یک آدم سربلند و روسفید دنیا و آخرت باید خود حساب کنی. هیچ چوکی را هیچ کسی اجاره دائمی نگرفته. رئیس جمهور را مردم برای 5 سال انتخاب میکنن. ما کارمندای حکومتیم، هر کدام ما برای یک میعاد مشخص مسئولیت خود انجام میدیم. ما بارها گفتم پایه اصلی نظام اداری افغانستان و هسته اساسی نظام اداری افغانستان شما کارمندا هستید، نه مسئولین درجه یک. مسئولین درجه یک همیشه نه به شکل دورانی میعاد را خدمت میکنه، یا خودش خسته میشه یا به اساس یک مشکلی یا رهبری نظام تصمیم میگیره تغییرات را بیاره. بنان همیشه سیاست ما، پالیسی ما برای بوده که ما هسته اساسی که همون کارمندای تکنیکی ما، مدیران عمومی ما، آمرین ما، رؤسای ما در سطح کادرای ملکی ما، اینا رو باید تقویه کنیم، اینا حفظ شود، به خاطر از اینکه بدنه اصلی نظام اداری افغانستان را اینا تشکیل میدن. آینده افغانستان وابسته است و مبتنی است بر کارکرد مؤثر شما و رهبری که مسئولین درجه یک از خود نشان میده و پالیسی که میسازه، جهت را که تعریف میکنه برای حرکت جمعی ما. من از جنرال سید عمر صبور واقعا تشکری میکنم، قلباً اظهار سپاسگزاری میکنم به خاطر کار که با اخلاص، با صداقت و با تعهد انجام داد. در آخر هم تصمیمی که گرفته شده تصمیم شخصی جنرال صاحب بوده به خاطر مشکلات صحی که داشتن. نه این تصمیم رهبری اداره بوده، نه رهبری حکومت. جناب جنرال صاحب خودشان تصمیم گرفتن اولین بار که استعفا همینطور با بهانه‌های دور دادن، چون نمیخواستم جنرال صاحب به این شرایط دشوار، به این شرایطی که ما ضرورت به رهبری قوی و قدرتمند در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی داریم و حتی مسئولیت انتقال مسئولیت ها از پای ناتو به دولت افغانستان مطرح است و میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به عنوان میدانی که 70% عملیات هوانوردی افغانستان از اینجا صورت میگیره، جزء اولویت‌های اساسی دولت افغانستان و رهبری حکومت است که باید اینجا همیشه به عنوان یک بندر هوایی بین‌المللی افغانستان باز نگه داشته شود، خدمات معیاری اینجا ارائه شود و نگذارید که حتی ما رفتیم در دوره بدترین حالتهای کرونایی هم این میدان باز بود، خدمات ارائه میشد. امروز هم و در هر شرایطی باید این بندر هوایی افغانستان باز باشه و خدمات معیاری برای مسافرین ارائه شود. در این شرایط من هم میخواستم، اما جنرال صاحب باز از مجرای دیگه هم رو روان کرده بود بالا. تا زمانی که ما مشوره کنیم منظوری استعفای جنرال صاحب از طرف رئیس جمهور بنا به همون دلایل صحی آمد. امروز هم همه کارمندا قرار بود که بیای اینجا رهبری داره. معین پالیسی ما امروز او را به یک سفر با وزیر صاحب تجارت اینا کردیم طرف اوکراین. امروز جلسه شورای عالی اقتصادی هم بود، قرار بود که ما برم در جلسه شورای عالی اقتصادی باز به اساس اهمیتی که برنامه برای ما داشت برنامه تقسیم کردیم و این سه عملیاتی رو روان کردیم که اونجا اونا برن پرزنتیشن اداره را ارائه بکنن. تو هم در رابطه با میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی است و پروژه PPP ما در اونجا و من شخصا ترجیح دادم که خدمت شما بیایم. بنابراین جنرال صبور کار را که انجام داد در حقیقت کار جایگزین خود هم دشوار کرده. خارجی ها میگن set the bars high، یعنی که معیارها رو بسیار بلند تعریف میکنیم. بعد از اون که هر کسی که بیا مجبور است خود به اون معیار بلند تنظیم کنه، دیگه در اون معیاری که قبلا قابل قبول بود و حساب نمیشه. و انشاءالله ما امیدوار هستیم در روزهای آتی بتونیم یک رئیس خوب جدید را در میدان هوایی حامد کرزی انتخاب کنیم. ما برای جنرال صبور
موفقیت میخوایم، سربلندی دنیا و آخرت را میخوایم. از کاری که کردن ما به عنوان مسئول سکتور حواله‌بردی افغانستان از شما تشکر میکنم. براتون آرزوی صحت و سلامتی دارم، هم بر شما هم بر جنرال سپاهیان. چند روز پیش شبیه یک جای رفته بودیم، بیشتر شوخی هم کردیم که جنرال ها چه شده کل شفا بده، صحت سلامتی. من میفهمم که این وظیفه نظامی که استاد میشه همیشه در خدمت وطن و مردم و این تجهیزات سنگینی که انتقال میده و این که همیشه راه میره. جنرال صاحب خو یک مشکلشی بود در دیوان که اینجا بود، من نشنیدم که صبح تا بیگار داخل ترمینال و داخل رمپ و گرد راه میرفت میگشت. خب طبیعی است که او تاثیرات خود داره، اما خدمت به مردم دست که کمر بان که یک دوره کمرم کم شد درد نداره و خداوند بر شما اجر بده و از همکارا هم تقاضای می است که اصلاحاتی که در میدان صورت گرفت، اصلاحات شخصی جنرال صبور نبود، اصلاحات شخصی وفایزاده نیست یا از موینای ما از کسی. اینا اصلاحاتی بوده، کارهای بزرگی بوده که برای ملت، برای وطن صورت گرفته، برای آبرومندی و عزت افغانستان صورت گرفته. شما هر کدامتان مسئول ادامه از او و مسئول تکمیل از او هستید. من همچنان از پلیس آلمان هم تشکری میکنم به خاطر کارهای بسیار خوبی که در داخل میدان انجام دادن و هم تقاضا میکنم که پروژه خود را تکمیل کنند. رفاقت شما قد جنرال صبور قابل قدر است. پروژه خود را تکمیل کنید و کار را که با جنرال صاحب بنیان گذاری کردیم به پای اکمال برسونید. و از تمام شرکت‌های هوایی که در اینجا کار کردن، شرکت‌های ارائه کننده خدمات هم می‌خواهیم همون نظم را که در این میاد تلاش کردیم به وجود بیاریم، همون نظم را حفظ کنیم. نظارت که در داخل میدان وجود داره، کمرای امنیتی که فعال شد، مشکلات مسافرین با کاهش چک پوینت های امنیتی که هم سر و سیمای میدان منظم شد، هم برای مسافرین سهولتی بیشتر فراهم شد. قبلا در یک گزارش حتی نیویورک تایمز نوشته شده بود که یک مسافر در میدان کابل در 13 جای متوقف میشه و تلاشی میشه و این گفته بود شبیه هراسمنت است، این آزار اذیت کردن مردم. یک مسافر این مسافرت به 13 جای تلاشی شد. اینا الحمدلله کاهش پیدا کرد. اما بارزترین نقطه دیگه بخش کارهای زیادی کرد جنرال صاحب، اصلاحات زیاده بود. اون برای شما یک جای عکس گرفتن انجام است. I love کابل. کسی آمده بود یک روز میگفت ما پیش شوخی میکردیم، میگفت ما پیش روی از مساحه I love you جنرال صاحب عکس گرفتیم. میگفتیم I love کابل، میدان کابل است. و حداقل همین که شما یک ساحه را تنظیم بکنید که مردم علاقه پیدا میکنند، عشق پیدا میکنند و نشان دهنده عشق و اون شهر و اون وطن است. و میاین اونجا عکس میگیرن و او در فیسبوک در رسانه‌های اجتماعی پست میشه. در حقیقت شما برای مردم آدرس‌های نو خلق کرد. در حقیقت شما برای مردم آدرس‌های برای علاقه‌مند شدن برای محیط و برای وطن این کارهای بزرگ است که انشاءالله ادامه پیدا کنه. و باز هم از همه همکارا تشکری میکنم که با جنرال صبور همکاری کرد و در جنرال صاحب آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله که خوب شوید و دوباره برگردیم به یک مسئولیت دیگه. فعلا وقتی تفاوت نیست، وقتی ترک دائمی وظیفه نیست. وطن و کدای با تجربه و شایسته مثل شما ضرورت دارد. جوانا سواد خوب دارن، جوانا سرما خوار نشویم، ما در جمع شما میدیم. جوانا سواد خوب دارن، از لحاظ تکنیکالیتی خیلی میخوامد، اما تجربه کافی ندارن. تجربه در سطح بالای مدیریتی حرف دیگه است. سواد موثریت خود دارد، تجربه و چیزی که آدم را به یک نتیجه میرسانه و روش‌های مردمداری و یک دید کلان برای آدم خلق میکنه که چطور یک مشکل را حل کنی و با مردم تعامل کنی، با نهادهای مختلف تعامل کنی. این مبتنی بر تجربه است و سواد پایه اساسی است. سواد تنها کافی نیست. در این شرایط ما کادرای با تجربه خود باید حفظ کنیم.
کادرهای بزرگ خدا را حفظ کنیم، در گوشه و کنار در هر مسئولیت دخیل باشند. ما برای کلگیتان موفقیت می‌خواهیم. برای جنرال سپاهیان که آمدن مسئولیت دشوار را به این شرایط عهده‌دار شدند و اون مکتوبی که چند روز پیش جنرال سپ صادر کرده بود در اون زمینه هم و وارنینگ جدی است. متوجه کلگی را می‌خواهیم تدابیر بسیار جدی و لازم در امور امنیتی میدان اتخاذ شود. دیگه وقت شما رو نمیگیرم. تشکر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برای جنرال سپ موفقیت دارم